و به همین ترتیب دوستان عزیز مرحله دوم رقابت ها جایی که جهانگیر مجیدوف پهلوان جوان امیدبخش تاجیک با جدوگی کبوت در برابر ایوایلو ایوانوف ورزشگر از بلغارستان که با جدوگی سفید است دست و پنجه نرم میکند. داوری مرکز از مجارستان است که این رقابت را داوری میکند آنا ماریا فریدریخ. به همین ترتیب در یک فن معمولی فندی خوب ایوایلو ایوانوف خواست اجرای اصول کند با همان پرتاب تومای نگه ولی موفق نشد. ببینیم روش و همان فنونه که جهانگیر مجیدوف در مد نظر دارد و در اصول های در گشتین های معمولی استفاده میکند. امسال در گشتین های ملی خیلی خوب گشتین گیری کرد در آستانه تجلیل جشن نوروز بین المللی. در چندین منطقه های تاجیکستان درخشان ظاهر شد جهانگیر مجیدوف و ببینیم در صحنه رقابت های بین المللی آن استعداد و آن هنری که در رقابت های داخل جمهوری داشت در اینجا هم به نمایش میگذارد. بله به خاطر دریافت همان مرحله قپیدن خوب مبارزه خیلی شدت میگیرد ولی کسی از ورزشکاران موفق به مرحله قپیدن خوب نشد. آنا ماریا فریدریخ چی میگفته باشد؟ چی نظر دارد برای جابجاگذاری جدوگی یا لباس ها؟ یک فرصت میدهد و یک کارت زرد به جهانگیر مجیدوف. از نظر کارت های زرد یا شیدو ها نتیجه برابر است، اینجای نگرانی نیست. ببینیم به سمت مقبول و سمت پسندیدهش اگر در افتد حریف همون اصول معمولی سراپایی که دارد جهانگیر مجیدوف حریف رو واقعا غافلگیر خواهد کرد. اگر همون داوش آمد کند به تعبیری پهلوانان سابقه دار انا همین اوچیمتی که در مد نظر میگیرد اگر تواند تعادل حریف را خوب برهم بزند میتواند ببینید بار دیگر هم چنگ میزند. اوچیمتی سر استعمال و پرتاب جذاب و دیدنی رو بیشتر در مد نظر میگیرد و به همین ترتیب یک بار دو بار جست کوشش کرد تا همان اصول رو اجرا کند، زیدی حمله خواهد کرد و به همین ترتیب ایوایلو ایوانوف از بخش سراپا به قسمت زمین در می افتد که این راه فرار از حمله حریف بود. یک فلشتک هم به نظر می رسید، یک حمله دروغین، باید یک کارت زرد و ایوایلو ایوانوف می دادند ولی داور در اینجا شاید گذشت کرد و رقابت ادامه می یابد. پرتاب های سراپای جهانگیر مجیدوف به سمت چپ اکنون ببینید به دو سمت اجرای اصول می کند که این هم یکی از برتریت ها، یکی از عامل های فرق کننده جهانگیر مجیدوف در برابر دیگر حریفانش می باشد. به سمت راست هم به همان شیوه اگر اجرای اصول کند می تواند. ایوایلو به خاطر از مربع بیرون کردن جهانگیر کوشش کرد اما نتوانست. به همین ترتیب رقابت در بخش سراپا ادامه می یابد. 55 ثانیه دیگر فرصت خیلی خوبه هست تا در همین قسمت پایانی جهانگیر مجیدوف بتواند همان اصول مورد نظر خود را اجرا کند. در بخش قپیدن و تومای نگه به کار نمی رود در برابر جهانگیر مجیدوف. همان اصولی که ایوایلو ایوانوف در مد نظر دارد. در بخش کار در زمین هم اینجا هیچ جای حاجت به دوام دادن نیست. بیست و 24 ثانیه دیگر تا پایان وقت اساسی باقی مانده است و جهانگیر مجیدوف باشد
در حال دفاع بود در قسمت پایانی، اما داور کمکاری جهانگیر را به اینابت میگیرد. یک امتیازی اگرچه ناکامل باشد در ثانیه های پایانی میتواند برای جهانگیر مجیدوف امتیاز آور باشد. امتیازی که تقدیر را بر سود او حل خواهد کرد. ببینید حمله دروغینه که از سوی ایوایلو ایوانوف صورت میگیرد، ولی داور در برابر آن خاموش است. ثانیه های پایانی وقت اساسی و به همین ترتیب گلدن سکو دوستان عزیز. دقیقه های اضافی یا به تعبیر مجازی دقیقه های طلایی پیش رو دارند. این پهلوانان ببینید اجراهایی که واقعا هیچ نتیجه ندارند، فقط هرچی بود و بود اجرا میکند، شود یا نشود جهد میکند ایوایلو تا همان رو اجرا کند. اکنون جهانگیر به خاطر جیدن اجرا کردن همان اصول مورد نظرش جهد و تلاش میکند، اصول کمری، ولی زیدی حمله بود که نتیجه بخش بود برای ایوایلو ایوانوف و به همین ترتیب ایوایلو ایوانوف قبل از اونه که با اصول استحکام وضع بگذارد. در اینجا جهانگیر مجیدوف از ادامه رقابت ها متاسفانه حذف می شود و ایوایلو ایوانوف با مرحله بعدی رقابت ها می رود. به همین ترتیب دوستان عزیز پهلوانان ما هم در وزن های دیگر و همچنین در وزن 90 کیلوگرم کوناشوی استوپیران در دور سیوم رقابت میکند. تیمور رحیم هم در دور سیوم و اکوبیر ابوبکر هم در دور دوم و این